کانال پرویز تیوی که با نشر ویدیوی داغ از تاجیکستان صورت دارد روز 31 اکتبر سال 2022 با نشر یک ویدیو خبر داد که روز گذشته در وقت نماز شام یک نفر اول شخصیتش نامعلوم از یکی از مسجدهای شهر دوشنبه دوچرخه امام این مسجد را گرفته از جای حادثه غیب شده است. پرویز تیوی نگفته است که این حادثه مشخصا در کدام مسجد پایتخت تاجیکستان روی داده است، ولی در ویدیو نشر شده که توسط یکی از ویدیو کامراهای نظارتی در مسجد نصب شده ثبت شده است دیده می شود که یک جوان وقتی نمازخانه مردم وارد دهلیز مسجد شده با چیز قلف یکی از ولسپیدهای در دهلیز گذاشته شده را میکشد و سپس ولسپید را سر کتف برداشته از جای حادثه فرار میکند. مسئولان این مسجد توسط پرویز تیوی از این نفر خواستند که دوچرخه را برگرداند. همچنین پرویز تیوی از تماشابینان خواسته است که بی‌طرف نباشند و اگر جوان دزد را در نوار نشر شده بشناسند و یا یگان معلوماتی را درباره این حادثه داشته باشند حتما با رقم‌های 02 به میلیسیا خبر دهند. دزدی یکی از جنایت‌های از همه رایج در تاجیکستان به شمار رفته تقریبا چهارک تمام جنایت‌های در کشور صادر شده را تشکیل می‌دهد. ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دزدی همچون جزا جریمه به اندازه از 500 تا 2000 نشان دهنده برای حساب‌ها و یا حکم زندان به مهلت از چند ماه تا 12 سال را پیش بینی می‌کند.